پدر؟ پدر؟ بچه‌م بچه‌م تو پدرم هستی، پدر شعرم. تو هم بچه‌م هستی. ширкати софсавдо дороҳоеро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарит, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, дороҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамоянд. барои фарбеҳ ё хароб шудан дороҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. برش کل چیزا گفتم. علی جان حالا میفهمه که تو پدرش هستی. وقتی که فهمید تو پدرش هستی بسیار زیاد خوش شد. حتی گفت که پدر من یک قهرمان است. تو هم این قسم گفتی؟ مادرم گفت که دیگه هیچ وقت ازم جدا نمیشیم. هیچ وقت. اما تو نیست پدر جان. هیچ وقت جدا نمیشیم. علی حالا بیا که خانه بریم. بچه ما خنک میخوره. حالا بیاین که داخل بریم پدر. حالا سیفدا علی هم به خاطر علی جان هم به خاطر تو زیاد خوش شدم. پدر ما و مادرم منتظر استیم. حالا بریم. حالا علی او را منتظر نمان. شب بخیر.
شب تو بخیر علی جان. شب بخیر. صبا باز میبینیم. بریم. تو چی گفتم میری ها؟ چیزی که گفتم خوب شنیدی پیلوت. پدرت علی کشته. چند سال است که قاتل او را میپالی نه؟ نگو که در بیخ گوشت بوده پیلوت. قاتل پدرت ارنیکو بجز علی کسی دیگه نیست. پدرت او آدم از بین برده. بچه مرا علاقه ده تا اینجا تک و تنها آمدی. تو چی پلان داری؟ عجیب است به خدا. ببین پیلوت، تو بچه مستی. کسی که قصد جان بچه مکنه مام جانش میگیره. شیر مردای ما درام درک میکنم پیلوت. کاملا عادی است که تعجب کنی. حتی کتی و آدمی که پدرت از بین برده چند وقت از کتش دوستی را شروع کردی. خب خیر خبر نداشتی. اما خون انسان به جوش میاره نه؟ خدا یک احمق حس میکنی. اما خودم مقصر فکر نکو. به خاطر که نمیفهمیدی. اما حال خو میفهمی. نظر به ای که حالی میفهمی میتونی انتقام پدرت بگیری. قاتل پدرت ارنیکو را به جزا خو نمیمونی نه پیلوت؟ یعنی علی را از بین میبری. چی شد؟ چرا هیچ چیز نمیگی؟ میگم بی غیرت! چی میکنی پیلوت؟ نه که دیوانه شدی؟ تو مرا لوده خیال کدی به عقل ها؟ ما فریب گپای ناقوی بازی تو را نمیخورم. بازی چی پیلوت؟ قسم میخورم پدرت علی کشته. چپ باش. دروغ نیست پیلوت. چرا باور نمیکنی؟ بچم تو در فکرت میخوایی مرا برخلاف استاد علی بسازی. میخواستی کاری کنی که من با یک مرمی تق در تقدیر استاد علی بزنم تا تو سیفداره به دست بیاری. فکر کردی من لو دستم؟ پیلوت چرا با گپم باور نمیکنی؟ بچم بیبی حالی هم گپ میزنه. حالی هم زبانش میره و گپ میزنه. او آدم بی حیثیت و بی شرف. تو مرا به خاطر امی دروغایت اینجا خواستی؟ باور کو دروغ نیست پیلوت. پدرت علی از بین برده. علی چرا نمیخوای گپا بفهمی؟ بچه ما به تو چی بگویم ها؟ اگه بگویم دروغ نگو لط میخوری. تو خوبه از لط خوردی. لوده اگه لط نمیخوردی اویگار نمیشدی. بخز. با او عقل خوردت میخواستی از ما استفاده کرده استاد علی را از بین ببری. اما تو راست ما عقل تو را سر جایش میارم. بگی علی هروغلو او کده در حقش هیچ کسی کار کده نمیتونه. اشتش یک آدم قدرتمندی است. بیادر پیلوت فریب مخورد. ایره باور کرد که ارنیکو را علی کشته. دیگه پشت تو را نمیگیره. راحت باش.
تو فکر کردی که اولین کسی هستی که گپ زدی ها؟ بچیم ما در ایدام یک دفعه افتیدیم دیگه دفعه اشتباه را نمیکنم فهمیدی؟ بگه! ترسوهای مثل تو با دشمنایشان با دست و پای و به صلاح جنگ نمیکنن، فقط چا میکنن. اما اگه یک روز پای مرا دهی چا بند کنی دقیقا اونم وقت ما دو چا نمیفتم و تو دو چا گور خود شدی. گپ فهمیدی؟ چرا تا هنوز نبرامدی پیلوت؟ نه حتما در داخل کدام چیزی شده. اگه با ما ضرورت داشته باشه باز ودت بچم تو اینجا چی کار داری؟ نمیفهمم پیلوت. تو قسم به شکل عجیب یک دفعه وقتی برآمدی باز مام. یعنی تو مرا تعقیب میکردی؟ همین قسم است ودت؟ اکادم پیلوت اکادم. خواستم بفهمم که بیادرم پت از ما چی کارایی میکنه. تو به خاطر چی اینجا آمدی؟ کدام چیز مهم نیست ودت. هیچ. یعنی در وقتی که به خاطر نامزدیت که تو دویگاه از خورشید هوا پرواز میکردی یک زنگ برت آمد و تو هم به خاطر نمیفهم چی اینجا میای. تو میخوای چی کنی پیلوت؟ بچه مو اویگار است. گفت اویگار است؟ کسی که با تو زنگ زد اویگار بود؟ بله امو دیگه میخواست که بازم با گپایش مرا فریب به تلو داره. خارده گلونش بند ماندنه. اخاره چی پیلوت؟ یه احمق باز از تو چی میخوایم؟ نه بچم چیز مهمی نیست. حالا بیا بریم. حالا موتر تا بگی برو. حالا برو دیگه. بیعقل. ما به تو قاتل پدرت میگم. تو به جایی که از من تشکری کنی مرا لط میکنی لوده. اما به خاطر کارت باید از من معذرت خواهی کنی. وقتی که با فهمی قاتل پدرت علی است باز وقت میبینم که علی را میکشی یا که نمیکشی. میبینم پیلوت میبینم. سینان برام گفتم میتونی که پدرم تو را به خاطر چی خواست؟ راستش اونا مرا نخواستن. من خودم وقت ملاقات گرفته آمدم. تو جدی هستی؟ آها. تو چرا خواستی که کتی پدرم ببینی؟ به خاطر کار. گفتی به خاطر کار؟ بله زینب. بعد از فوت پدرم مسئولیت خانه. بعد از این من دیگه هیچ کار کردن نمیتونم. با او چاره پیدا نتونستم. یگانه چاره چیست که باید پیوند قلب کنیم. گفتن پیوند قلب؟ در او صورت خیلی من میخوایم که چکر زده به طرف ساحل برم و پس به خانه بیایم. همیاله؟ نه که اعتراض داری؟
نه خیر اما بچم گپ دختر ما نشنیدی؟ هرچه شما بگوین بفرمایین. اویگار سارپ اویگار اتارا چی شده؟ در پلانم یک گدودی کلان شد. یک گدودی کلان شد؟ تو متوجه هستی به چی حال رسیدی؟ در مقابل ای پلان بزرگ ای خرابی بسیار کم است. بله بازی کلان شروع میشه سارپ. صبح از کاکایم هر چیزی که مانده میگیرم. باز یک پلان دیگه جور کده و دل کلشان از زندگی بد میکنم. تو فقط متوجه می باش سارپ. با تشویش دیگهش نباش. بله تغییرات همیشه پر درد می باشه، اما اگه یک دفعه تغییر کنه باز ارزش کل اینا را داره. بسیار بزودی کلگی میفهمن که اویگار ساریکایا کی است و چی کده میتونه علی هروغلو. حالا بریم. چرا پیش از این آمدی پدر؟ ما بسیار زود دعا کردیم. اینه خو آمدم بچیم. بعد از دیگه ضرور نیست جگر خون باشی. من همیشه کتت می باشم. به خاطر که قهرمانی کنی باز مرا خیلا کدن نمیری پدر؟ من خود تو را هیچ وقت ایلا نکدیم بچیم. به خاطر که کل دوستان پدر داشتن اما من نداشتم زیاد گریان کردم. به خاطر که مادرم جگر خون نشه برش هیچ چیزی نگفتم. همیشه دعا میکردم، میگفتم کاش که پدرم پس خانه بیایم، اما مادرم گفت تو نمیایم مردم. گوش کن، کل دعایت قبول شد بچیم. آمدم اینه با هم یک جای هستیم و دیگه هیچ کس ما را جدا ساخته نمیتونه. ما فکر کرده بودم که آدمای بد شاید به خاطر که به پدرت درد بتن به تو ضرر میرسانن. از این خاطر نگفتم. رسانده نمیتونن. پدر ما تمامشان علت میکنه. کاش که پدرم همیشه پیش ما میبود، هیچ وقت جدا نمیشد. وقت باز از تاریکی هم نمیترسیدم، از پچکاریم نمیترسیدم، بود از هیچ چیز نمیترسم، به خاطری که پدرم دستای ما محکم میگیره و دیگه هیچ وقت اعلام نمیکنه. آفرین بچه شیر من. آفرین آفرین. برات یک چیز میگم علی جان. امشب با هم یک جای خو کده میتونیم؟ بله. حالا خو شدگه. پس من چطور میشم؟ میبینم ما از یادتان رفتیم علی جان. تو روزای را حساب کو که کوشش کردی از بچیم دور باشم. علی قسم نگو. پدر مادر ممکت ما خوشه به خاطری که جگر خون نشن. حالا خو شدگه. او زن به بچه خود گفته نمیتونه که علی پدرش است. حتما کدام پلان داره. باز ببین خود گفتی که تو چراست میگفتی. خب البته که برش میگفت توکچه. لازم بود که برش بگویه.
کدام وجدان اجازه میده که یک طفل از پدرش جدا شوه ها؟ اما قدر سال پتش کده بود. چی شد که دفعتا تصمیم گرفت برش بگویه؟ سیفدا اگه او زن این کار به خاطر جدا کردن تو علی نکده باشه، باز نامم تو چه نباشه. درست است، اما فهمیدن علی جان درباره پدرش واقعا چه قسم میتونه بین ما مانع ایجاد کنه؟ گپ ناقص. آی سیفدا جان تو ساده هستی. او خانم آمد اول بچه خدا بهانه کرده در خانهش جای گرفت، بازم بچه خدا بهانه کرده دوباره میخوای علی را به دست بیاره. تو واقعا این همه را نمیبینی؟ اولا نیت اون خانم هر چیز که هست باشه. مقصد علی به بچهش رسید نی؟ در قصه دیگه چیز نیستم. علی واقعا زیاد خوش است. دیدن خنده دوباره در چی روی این قسم ارزش تمام دنیا را دارد. تو چه؟ فهمیدم. تو واقعا بسیار ساده هستی. حتی در خوام خوش معلوم میشه، اما تو نیست. مام زیاد خوش هستم علی. علی تو چرا امرای مقسم رویه میکنی؟ دیدی خوبه علی جانم گفتم که تو پدرش هستی. به خاطر چیزی را که باید اول برش میگفتی، به خاطر که در نهایت باید به دروغ پایان میدادی. منتظر بودی که از تو تشکری کنم مسلم؟ نه تشکر نه، اما ما فکر کرده بودم که... چی فکر کرده بودی مسلم؟ بیبی به خاطر ما دیگه احتمال وجود نداره. اگه در فکرت این قسم یک چیز میگرده، باز بسیار کار خوب میشه که از فکرت دور کنی، چون دیگه چیز به نام ما نیست و هیچ وقت هم نخواد بود. تمامش به خاطر او است، همه تو نیست. به خاطر او دختر است. مسلم تو در موقعیت هستی که از میره پرسان کنی؟ این قسم یک حقه چطور به خود داده میتونی؟ تو مره در سختترین لحظات ایلا کرده رفتی. آی دلیلش هم خود چند دفعه برات گفت. چی را گفتی مسلم؟ از یک پدر پد کردن بچهش، سالا محروم ساختنش، ای همه را کی قبول کرده میتونه؟ بسیار خوب. ای که کتی دختر قاتل بچه‌ت یک جای استی کسی قبول کرده میتونه؟ نمیتونه. در این موضوع سیفدا هیچ گناهی نداره مسلم. ای را تو هم میفهمی و پدرشان بدیل ای گناهیشه بیشتر از حقش پرداخت. چی وقت از بکار میشیم بیادر؟ همیاله. اولو دختر دواساز از خانهش اختطاف میکنیم، بعدم با پیلوت دام میمانیم. بدیل اهانت خدا باید بپردازه. ما را در روزای سخت کمک کرده، دروازه ما را بروش واز کردیم. او چی کرد؟ خیانت کم روی ما کرد. او را به جواب نمیمانیم. مردان باید جزای خود حتما ببینه. باید ببینه بیادر. هم پیلوت و هم کسایی که بیادر ما در زندان انداختن، یعنی علی هرغلو بدیل کارش میپردازه. زنده باشی دخترم. با زحمت شدی ما بیزو میرفتم. ای قسم یک چیزم میشه جانم. چای تا بخو بعدن باز برو. نه که باتش گرفتن آمده بودی چطور؟
چای زیاد مزه‌دار است. بسیار خوب آماده میکنی دویگو. دویگو بسیار تشکر. نوش جانت. من به خاطر چای بسیار زیاد تشکر میکنم و بیشتر از این وقت شما را نمیگیرم آقا. من میرم دیگه. میرم. بشی. سیز. یک گلاس چای دگان بخو. سیز. کل چیز یک دفعی شد، گپ زدن نتونستیم. کمه با هم گپ بزنیم. درباره کدام موضوع؟ یعنی کدام چیزی؟ البته بفرمایین. پدر مرحومت چی کار میکرد؟ حمل و نقل. حمل و نقل چی؟ اسلحه. گفتی اسلحه؟ گفتین اسلحه؟ اسلحه چی؟ بچیم تو خمیالا گفتی نه؟ گفتی که کار حمل و نقل اسلحه را میکرد. من گفتم. گفتم اما شما اشتباه درک کردین آقا. امی اسلحه‌ای که هست نه، طفلا که کتش بازی میکنن، تفنگچای عوی نیست. از امونا می آورد، باز تجارتش میکرد. از چین. پدرم از چین مال می آورد. زنده نماندنش آقا. زنده نماندنش؟ چطور زنده نماندنش؟ کشتنش. او را کشتن کی؟ چینایا؟ گفتین چینایا؟ کدام چینایا؟ خودت گفتی دیگه بچه. من نفهمیدم محترم. یعنی شما درباره چی پرسان میکنید؟ که پدرت کی کشت او را پرسان کردم. نمیفهمم. بیازو اگه میفهمیدم تا حال هیچ کدامشان از زنده نمیماندم، کلشان از بین میبردم. امی قسم است؟ بله اما قسم است. او روز مثل امروز به یادم است. ما او در تعقیبش هستیم، اما تا بال پیدایش نکردیم. یک بار پیدایش بکنیم باز. پدر مرحومم زیاد آدم کلان بود. والله به هر کسی که پیش می آمد خوبی میکرد، اما آدمای بعدم به جزا نمیماند. عاجل سرشان حمله میکرد. به هر کس خوب رسیدگی میکرد. در این دنیا هر کسی که نام او را میشنید از دست ترس گر میلرزید. یعنی که یک قسم بود؟ نفهمیدم. یعنی که پدر مرحومت از چین تفنگچه عوی آوردن، نام خدا در دنیای مافیا نوشته کرد. از پدر به بچه میراث ماند. جایش بهشت باشه. نه محترم، من به اجازه تان میرم دیگه. بریم. بخیر برین اولادایم. حمل و نقل، کار سلا، هزاران جسد. توی گپای تا چرا پیش پدرم گفتی پیلوت؟ او باز تشویش میکنه. آی من در چشمای تو گم شده بودم. چشما بیمه. خب چطور کنم وقتی که تو رو میبینم کلی چیز از یادم میره. اونجا هر چیزی که گفتم اما تو از دانم برآمد. خوب کردی. چی کنیم بیادر؟ منتظر می باشیم. از پیلوت جدا شو و متوجه باشین. کارو نکنین که جلب توجه کنه، به خاطر که پیلوت در پشت سر خودم چشم داره. درست است بیادر. گپایی را که پیش پدرم میگی متوجه باش پیلوت. تو بخوایی من به خاطر تو کورام سراخ میکنم چشمابی. اگه از من بخوایی به صحرام میرم.
اگه تو بخوایی من هیچ گپم نمیزنم. فقط کافی است که تو بگویی، من گنگ میشم. گنگ شدنشم دیدم. بچه عاشق پیشه دنیا. حالا سر منا وقت شده بریم دیگه. ناک در زیر خود درخت مفته. پدرش چی بوده که بچهش باشه؟ آی علی خان جان، یعنی او بچه مگم برات نگفت که کاروبار سلام الله را ایلا کده؟ دیگه ای که به ما چی که پدر او بچه چی کار میکرد؟ بیاز او آدم مرده پشت کارش رفته ها. میرال این کار قسم بگو ایلا کدام ایلا میشه. از پدر به بچه میراث میمانه. در این دنیا 1001 رقم بلا در پشتشان میباشه، اونا را تعقیب میکنه. علی خان تو به دواخانه برونی؟ حال دواخانه به ما منها. حالا دیگه بخیز که بریم. این جلسه یک دفعه دیگه از کجا شد؟ دلیل خراب کردن این نظم چندین سال ما چی است؟ آقایان، بازم از دیدن کلتون واقعا بسیار زیاد خوش شدم. آخرین دفعه در جنازه کاکایم یک جای با هم بودیم. میبخشین که وقت زیاده براتون داده نتونستم. در این وقتا مجبور بودم متوجه موضوعات خصوصی خانوادگی خود باشم. و همی قسم از شما میخوایم که بفهمین بعد از یک کله کارای سر زمین یا زیر زمین که مربوط کاکای میشد حال مربوط ما میشه. فهمیدین که چه گفتم؟ اگه کاکاش میخواست در وقتش او را سر ما مقرر میکرد، اما نخواست. خب اویگار، چرا باید دیگه پا قبول کنیم؟ ما میخوایم بشنوم که آقا اویگار چی میخواه بگویه. آقایان، ما کلانکار شما نیستم، فهمیدین؟ کت شما میخوایم یک کار شراکت کنم. بیاین، هم بسیار زیاد هم مساویانه با هم به دست میاریم. و دیگه ای که در پلوی ازی که پول زیاد به دست بیاریم در مدت اقدر سالا از دست او علی هروغلو که شما را با سنگ میزد برش یک رای حل پیدا کنیم. علی هروغلو فعلا سر کار رسمی نیست. ای که با کل ما مشکل خلق کنه ای را فکر نمی کنم. بله کلتان، با فعلا خونه. اگه باز با تشکیلات پس بیایه به نظر ما وقت به قدرت است باید او را از بین ورداریم. بله، خب چی نظر دارین؟ پشتم ایستار چه دوا با ما هستن که زیادتر از این را به دست بیاریم؟ واقع کرد کار کردن با کرد هنوزم ادامه میتین به خاطر که کاکایتان بدون خبر دادن به او هیچ حرکت نمیکرد. بله، بدون خبر دادن به او حرکت نمیکرد. مام بدون خبر دادن به او هیچ حرکت به جای نمیکنم. اما کی میفهمه؟ شاید که یک روز او بدون خبر دادن به ما حرکت کردن نتونه. شنیدیم که کاکای تا آقا کرد از بین برد. وجدان ما برای مثلا اجازه نمیده که تو یک جای کار کنم.
ای آردسک است. علی جان ایره در اینجا جای به جای میکنیم و پشتش هم اینی قسم بله. درباره ارنیکو چیز دیگه پیدا کردن نتونستیم علی. درست است. تو با جستجویت ادامه بده. اما هر کسی که هر چیز را پت میکنه به خاطر افشا نشدن بسیار خوب کار میکنه علی. فهمیدم. زنده باشی. جور شد؟ بیبی اینه بسته شد. من شما را خانه میبرم. ما باید تا یک جایی برم، درست است؟ تو چرا که ما خانه نمیایی بریم بگو پدر؟ میرم، اما یک چند کار مهم دارم که باید حلش کنم. بله، پدرت زیاد کارهای مهم داره بچه. میرم و زود پس میایم. شبان با هم یک جای میباشیم، درست است؟ حالا بخیز دیگه. بله، این کارم خلاص است. حال نوبتی است که علی را از بین ورداریم. پیلوت به ما باور نکرد. ببینم که وقتی از دان خود علیان بشنوه باور میکنه یا نمیکنه. میبینم. ای تو چی میگی اویگار؟ از سر علی چطور اقرار میکنی؟ اویش دیگه آسان است. میگی آسان است؟ اویگاره که اصل هیچ جنایت که کوکساله از بین برده بود، با وجودی که یک جای به تو تسلیم کردم. حالا ده بیرون چکر میزنه. چرا؟ علی، از اتاق بررسی و اسلحه را اویگار تبدیل کرده. زیاد تلاش کردم اما ثابت نتانستم. آقا کرد، کت موضوع ارنیکو هر چیز دگام که بود کلش پاک شد. قسمه که گویا او آدم هیچ زندگی نکرده باشه. انتظار خود نداری که فکر کنم او کاره که شد از تو بوده نمیتونم تو نیست؟ بله، کل چیزم ما پاک کردم. درباره ارنیکو هر چیزی که بود کلش ما پاک کردم. علی، به خاطر چی آقا کرد؟ کوشش دارین چی را از ما پت کنین؟ چی را؟ تو را چیزی را که پت میکنم او کشتن ارنیکو و نفرایش است که تو کردی. دیگه چی را پت کردم میتونم؟ علی، تو چرا سر ما شک میکنی؟ گوش کن، هر کار که تو میخوایی بکن، اما شک کردن تو را تحمل نمیتونم. تو تا هنوز نفهمیدی که به ما چقدر بارزش هستی علی. در قلبم هیچ فرق از بچه‌ام نداری. با وجود که کلی اینا را میفهمی، چطور میتونی از من این سوال پرسان کنی؟ پرسان میکنم به خاطر که خوب میفهمم یک چیز را از من پت میکنی. احساس میکنم. اشتباه میکنی علی. او هم بسیار اشتباهی کلان. امیدوار هستم انشالله که اشتباه کنم آقا کرد. اگه نه کسی را که میگی مثل بچهت فکر میکنی، ده یک دفعی به دشمن بزرگ تبدیل میشم. تو بسیار خوب میفهمی که من همراه دشمنم چه قسم رفتار میکنم. یگان جایای دیگر رو میبینیم. دیگه ای که به خاطر دیدن سالون هنوز زیاد وقت است. اول باید روزش مشخص کنیم. کارهای بسیار زیاده داریم. اول باید اونا رو خلاص کنیم. سالون عروسی رو آخر باید ببینیم پیلوت. به نظر من قسم. هر چی تو بخوای چشم آبی من. هر چی تو بگویی همو میشه. اگه تو بخوای، اگه وجودم نداشته باشه، من پیداش میکنم. خدا داد؟ تو چی رو نوشته میکنی؟ چیزایی را که پیلوت بیادر به تو میگه من در اینجا نوشته میکنم. چرا؟ به خاطر که عشق من به ازگی فامونده بتانم.
عشقت نسبت به ازگی از قلب خودت با جملات خودت باید بیان کنی. خانما جملات کتاب یا از کس دیگه گرفته شوره خوش ندارن. والا دوی گو خواهرت راست میگه خدا داد. خودت باش، قسمی که دلت میخواه باش. از هیچ کسی هم تقلید نکن. تقلید نکن. نوشته میکنه. نوشته میکنه. سیس ایزگی بده بچم بده. تو ایزگی صبر کن، من جمع میکنم. تو چرا برام خبر ندادی؟ من اومده کدت کمک میکردم. نه جانم، زنده باشی. تشکر، خودم میبرم. تو چقدر چیزای زیاد گرفتی جانم. وسایل روز تولدت است یا که وسایل کسی دیگه از روز تولد کی است؟ راستش دست امشب تولدم هست. دوستای ما خواستیم به خاطر آمادگی میگیرم. کاش که خبر میداشتم. کاش که از اول میفهمیدم. من به تو تحفه میگرفتم. من میاله به تو چی بگیرم؟ باید یگان تحفه مقبول بگیرم نه؟ به خاطر که زیاد مقبول هستی. نه خدا داد، لازم نیست. بیازو یک چند نفر از دوستای مکتبی میه، اونا رو تو نمیشناسی، باز خسته میشی از خاطر. من چرا خسته شم میزگی؟ در جایی که تو باشی من در اونجا خسته نمیشم. من میایم، تشویش نکن، خسته نمیشم. نه والا خسته میشی. نفرایی است که نمیشناسی، تا نوز هیچ ندیدیشان. من تو را میشناسم میزگی، امی برم کافی است. من میایم، تشویش نکن. من برای تو حالا باید یگان تحفه مقبول بگیرم نه؟ دیگه باید کالای نو بپوشم، شیک باشم. ایزگی اینا را باید به تو بتم نه؟ من پس میایم. باید به ایزگی یگان تحفه مقبول بگیرم به اندازه که هیچ مقبول نباشه. گفتن ندانستم که نه. اینه بفرمایین. نوش جانتان. میبخشین. تو در اینجا به خاطر پالیدن چی آمدی؟ به خاطر خانمه. با من خوش کنی، به من بار دیگه خانمم نگویی. به خاطر چی؟ مگم خانمم نیستی؟ دلم خواست که از دست خانمم یک گلاس قهوه بخورم. هرچند یعنی با هم یک جا بودیم، زیاد فرصت نشد که با هم یک جای قهوه میخوردیم. حتی توی رو هیچ نمیفهمی که من چه قسم قهوه را خوش دارم. لطفاً کمی بوره دار باشه. نه صبر، کاملا ساده باشه. از دست تو که بخورم با شیرین میشه. زار زقومه بخو احمق. مادر، من فوتبال بازی کنم؟ آی بچه قندم، از صبح تا حالا هر طرف میدوی، خسته نشدی؟ لطفاً مادر، لطفاً. خوب است، درست است، برو بازی کن، اما متوجه باشی جای دور نری. خب قهوه‌ت و اما تو حسابت. خوردن قهوه از دست تو بسیار مزه‌دار است. هرچند در بین قدردارایی کار کردن دنجه مرا بسیار آزار میده، اما به هر صورت از داراییت پیش من یاد نکن. تمام دارایی دنیا را پیشونی مندازی، بازم من خانمت نمیشم. به جایی که هر روز چهره کثیفت ببینم، ترجیح میدم که از گشنگی بمرم. تو خود سابق قسم نبودی، این دفعه بد شدی. اما به تو یک چیز میگم، این حالتت بسیار خوشایند است، کاملا قسمه که من میخوایم. تو کدام مشکل داری؟ درست درباره می قارت گپ میزدم. هر روز که میگذره زیادتر و زیادتر عاشقت میشم.
میبخشی. این زنگ بسیار مهم است، باید جوابش بدم. بله، کلی چیز آماده است. درست است میایم. میبخشی خانم جانم، ما باید که برم. ای گپای شیرین خدا باز در یگان جای دیگه ادامه میتیم، درست است؟ به خاطر که دل تو را به دست بیارم باید زیاد تحمل کنم عشقم. خسته نباشی. تو از منطقه ما هستی؟ بله، خانه پدرم در اینجاست. ما تا هیچ وقت ندیدیم. تو کی هستی؟ بچه علی اروغلو، اما قهرمانی که اینجا زندگی میکنه. پس مادر تو خاله سفداست؟ نه، او خاله مادرم نیست. اما کوکالی در پارک خاله سفدا عروسی کرد. خانم استاد علی او است. باید مادر تو او باشه نی؟ الان دیگه تو بگی که بریم. علی؟ سفدا؟ چطور هستی؟ کدام گپه شده؟ تو خوب هستی؟ خوب هستم. این گپ دیگه از کجا شد؟ نمیفهمم. جیگرخون معلوم میشی. من کلا چیز از چشمایت میفهمم. نه علی، خوب هستم. هم به تو عمو تو معلوم میشه. خب خودت چطور هستی؟ خوب هستم. علی جان چطور است؟ علی جان چی شده بچه؟ تو خودتو بازی میکردی؟ نمیخوایم که تو بازی کنم. چرا جان مادر؟ نه که به تو کدام چیزو گفتن؟ اونا اونجا مرا گفتن که خاله سفدا مادرت است. ای گپ دیگه از کجا شد جانه؟ گفتن که پدرت با خاله سفدا عروسی کردن. همه قسم گفتن مادر، اما پدرم گفته بود خاله سفدا کسی دیگه عروسی کردن. بله بچم، کسی دیگه عروسی کردن. خیلی چرا قسم گفتن مادر؟ باندگه جانم، تو در قصه گپا نباش. بیا که ما و تو با هم بازی کنیم. بعد شام کل منطقه میفهمه که ما مادر تو هستم. چی نظر داری؟ ما چی میخواییم میفهمی سفدا؟ خب چی میخوایی؟ علی جان، تو و من هر سه ما میخواییم کم وقت با هم سپری کنیم. هیچی قسم امکان داره نفهمم. من خود زیاد میخوایم، اما علی جانم امیرم میخوای. علی چرا نخوای سفدا؟ یعنی چی بفهمم این قسم؟ بعد از اینقدر وقت زیاد پدر و مادرش یک جای پیشش هستن. به نظر تو این قسم معلوم نمیشه که من در بینتان مزاحم هستم؟ چرا باید این قسم معلوم شوه؟ قسمی که هر طفل دیگه ایره قبول میکنه که پدر و مادرش از هم جدا هستن، علی جانم قبول میکنه. به یادت میکنه سفدا. تو هیچ تشویش نکن. با تو هم عادت میکنه. واقعا همیره میخوایی؟ بله، همیره میخوایم. دیگه ای که من به این مطمئن نیستم ای که علی جان تو را دوست میداشته باشه یا نمیداشته باشه. باز خواد دیدیم. زیاد میخوایم. ما آمدم. پدر بچه مایایی بسیار کلان برات آوردیم. خوش داری نه؟ نه، من برگر میخورم در رستورانی که سفدا خواهر کار میکنه و برگرایشان بسیار مزه دار است. توبه
این گپه برات کی گفته؟ مادرت گفته؟ خب در اون صورت پس مایا را چی کنیم؟ در یخچال میمونیم. پدر چی میشه برگر بخوریم لطفا لطفا. خیلی در اون صورت اولین هدف ما برگر خوردن است. بریم دیگه به طرف برگر فروشی. یک گپ میفهمی قسم میخورم هیچ نمیفهمم امروی تو چی رقم وقت میگذره باور کو. حالی که ازم دیگه جدا میشم نه نفسم در این قسمت بند میشه، یعنی به خاطر دیدن دوباره. یعنی انشالله که همیشه همین قسم فکر کنی هیچ وقت از من خسته نشی. کی؟ من؟ از تو چطور خسته شو؟ تا آخرین لحظه عمرم با چشمای مقبول آبی که تو داری مثل جنت خواد بود، مثل جنت. وقت در سن 50 سالگیام برسی بازم همه قسم فکر خواد کردی؟ 50 60 70 80 90 اگه در این سنام دیده بتانیم بازم همی گپای ما به یادت میارم. چشما بیمه دیگه میرم که پدرم چیز نگویم. پیلوت میرا خوب که دور شد داخل خانه رفته، دختره گرفته بیارین. من اونجا منتظر میباشم. علی؟ خوش آمدین. خوش باشی سیفدا. علی جان تعریف برگرای اینجا را زیاد شنیده بود. ما حرکت کردیم اینجا آمدیم. خب خوب کردین که آمدین. خوش آمدی علی جان. جان مادر بیا که بشینیم. سیفدا بسیار میبخشی. او وقت علی جان او قدر شله گرفت نتونستم که به تو خبر بدم. نه خدا ببخشه چی قسم گپ است. حالا تو هم برو بشینی. خب نظر به که علی جان تصمیم گرفته برگر بخوره، من سفارش شما را میگیرم. اگه میخواین میرم فهرست غذا را براتان میارم. دقیق نمیفهمم که نان اینجا خوشم میایه یا نه. اما علی تو میتونی که از طرف مام سفارش بدی. هرچی که بخواد میخوایی به مام بخوای. بالاخره از ذوق ما با یکی دیگه ما معلوم است. خب علی جان برگر میخوایی، ما هم کتش برگر میخوریم. هم متونیست؟ البته. همیاله میارم براتون. ببین ای زیاد مقبول است. بعد تو هم زیاد میزیبه.
بله مقبول است. خوش آمد. به خاطر انتخاب کردن کلاه عروسی هنوز زود نه. مادر دایگو چی شده دخترم؟ دایگو صبر کن. چی گپ است؟ چابا علیان چی میکنه؟ لطفاً اعلام کنه. دانو تبسته کو. دخترم ایلا کو. دانو تبسته کو. اگر نه دخترت میمونه. لطفاً خواهش میکنم لطفاً. گفتم دانو تبسته کو. فهمیدی؟ طرف ما بیبی پیرکی اگه کوشش کنی با پلیس زنگ بزنی دخترت میمونه. برات گفته باشم. علیان لطفاً دخترم ایلا کنید. لطفاً دخترم ایلا کنید. اعلام کنه. مرا کجا ایلا کنید. اعلام کنه. بشی. لطفاً ایلاش کنید. خواهش میکنم. مادر دخترم ایلا کنید. آرام باش. اعلام کن. اعلام کن. دخترم نبرید لطفاً. دخترم نبرید. دایگو تو با خدای تو بیان چی کنم دخترم بردن. علیان علیان خوب استی جانم. بخیز چی میشه لطفاً بخیز دخترم بردن. نوش جانت علی جان. نوش جانتان. واقعا معذرت میخوایم سعی نموندم. همیال پاکش میکنم. من خودم پاکش میکنم. با مبانش پاکش میکنم. سعید سیفدا آرام باش. سعید واقعا معذرت بان دیگه سیفدا ده اینجا کدام مشتری استاد نیست. مستم. من پاکش میکنم تشویش نکن. یا خدا. سعید سیفدا بس است. آرام باش. اجازه میدی؟ علی امرایی سعی پاک میشه. سعید خودم پاکش میکنم. مظلم تو برو در جایت بشی. مشکل نیست سیفدا. آخرین لحظات زندگی خوش خود با خانواده سپری میکنی علی هروغلو. چند دقیقه بعد تا ابد از تو نجات پیدا میکنم. نوش جانت. تشکر. چقدر یک خانواده مقبول نازنین. تو اگر سیفدار کمی راحت بانی باز ما امی قسم یک خانواده را داشته میتونم. وایگار مشکل تو بیشرف چی است؟ تشنه عجلت هستی؟ علی آرام باش لطفاً. سیفدا گفت آرام باش. حتما نمیخوایی در پیش روی طفل کدام مشکل خلق شونه؟ هم از سیفدا و هم از این منطقه دور می باشی اویگار. بهتر است که در اینجا دی باره گپ نزنیم. بیبی خانم زیاد ترسیدن و ما به خاطر در اینجا آمدیم که یک گپ بسیار مهم و ضروری را برات بگویم. علی سعید هرچی که میگی برام بگو و از اینجا برو. نه یک موضوع شخصی است. در اینجا گپ زدن نمیشه. گدام سابقه کمی بالاتر از اونجا منتظرت می باشم علی. سعید میایم. فهمیده شد نه؟ علی جان نوش جانت. خانم عزیزم خدا جزای تبته. علی اویگار از سیفدا دور می باشی اگه نیم می کشمت. چی میکنی علی؟ هم خانومت هم بچه طرف مسائل میکنن. علی نگو چی میشه؟ بان که برای یادم پس.
باز چی مرگ میخوایی؟ زنگ ما بسیار با شور و شوق جواب دادی پیلوت. برو ایگار برو، حوصله ندارم گپای ناقطه بشنوم. حدس بزن که من امیال کجاستم. به نظر من قبر تکنده میری. حالا بازی رو خراب نکو پیلوت، کم فکر کو، بگو من کجاستم. بازی چی لعنتی؟ بازی چی؟ نه که تو دیوانه شدی؟ لودست چیزی تو؟ من کوشش میکنم قاتل پدرت به تو بتون پیلوت، اما تو به من چی چیزا میگی؟ یک دقیقه آرام باش، آرام باش. حالیام برای من گفتم میری که آرام باش. برای من میگه که آرام باش. به نظرم لط خوردنهای تیادت رفته، باز میخوای لط بخوری. با من خب باور نکنی. ببینم از زبان خود علی که بشنوی باز وقت باور میکنی یا که وقتم باور نمیکنی. به آدرسی که روان میکنم بیا. فهمیده شد. اگه من تو را 40 شب و روزم لط کنم تو بازم عقلت به جایش نمیاد. ها؟ بچم تو هنوزم پشت استاد علی را گرفتی؟ بچه من چند دفعه برات گفتم که تو استاد علی غرض نگی، اگه نه از پیش من لط میخوری. آدرس روان کن، من میایم خودم هم رایت گپ میزنم. آدم بیشرف. هر لحظه شعله آتشی ایدو بیادراز زیادتر شده میره به خدا. اما کسی که با آتش بازی کنه ضرر میبینه و ضرر اونا به فایده ما خود بود. امشب از علی تا ابد نجات پیدا میکنم. نه اعلام کو چی میکنن؟ اعلام کنن مرا چرا اینجا آوردن؟ اعلام کنن اینجا کسی نیست، کمک کنن. دقیقه سید نمیشم که دختر از یک سلی دروید زده آدم میسازمد. حالا برو. مرا چرا اینجا آوردن؟ اعلام کنن اینجا کسی نیست. تو خوش آمدی. با شما چی بخوایم خانم محترم؟ اعلام کنن. از من چی میخوایی؟ چی؟ از تو نمیخوایم، ببرینش. نه اعلام کنن. پیلوت به خدا ذوق عالی داره. چی میکنن؟ اعلام از قسم دخترها زیاد خوشم میایم. از من چی میخواین؟ علیحان اونا کی بودن؟ از ما چی میخواین؟ دختر من را چرا اختطاف کردن علیحان؟ نمیفهمم میرال، نمیفهمم. پلیس، پیش پلیس میرم. هوش کنی، دختر ما پیدا کنن علیحان، لطفا دختر ما پیدا کنن. او آدم ها چی گفتن؟ دو صورت زندگی و دختر در خطر مفته. راست میگی با پلیس زنگ زدن نمیتونم. بیا آقا علی بیا. وقتی گفتم بیا دیگه اقتال نته. بعد از تو نوبت پیلوت از او هم میآید. اویگار، مرا چرا اینجا خواستی؟ مشنوم. تو را به خاطر اینجا خواستم، به خاطر که بعضی چیزاست که به تشویشش هستم. اویگار، گپ دراز نکو. گپ بزن، هر چی میخوایی بگو. درست است. چیزی که به تشویشش هستم ای است که ارنیکو را به خاطر چی از بین بردی علی؟ علی جواب بده. گپای ما میشنوینه؟ از او آدم بیچاره چی میخواستی؟ چرا ارنیکو را از بین بردی بگو.
تو درباره چی گپ میزنی اویگار؟ باز میخوای چه قسم بازی را انجام بدی؟ تو چی پلان داری؟ لعنتی اویگار بیعقل، تو قانع نمیشی بچیم. من حال عقلت سر جایش میارم تا او مغز پوچت دیگه در سرت نباشه. بله آقا علیحان. پیلوت. خانم میرال شما گریان میکنین؟ پیلوت دویگو. چی شده؟ دویگو را اختطاف کردن. چی؟ دختر من گرفته بردن، هیچ کاری کده نتانستم. دختر من نجات داده نتانستم بردنش. لطفا یه کار کن، لطفا دختر من پیدا کن، لطفا دختر من پیدا کن. درست است، من همین دقیقه خودم میرسانم. شما آرام باشین. گپ بزن اویگار. مرگ ارنیکو را به تو چی؟ تو باز چی پلان داری؟ فقط از که یک آدم مثل تو چرا ارنیکو را از بین برده به تشویش هستم. میشه بریم بگویی چرا؟ به تشویش هستی یعنی مترس؟ خوب است، دو صورت تشویش طرفه میکنم. ارنیکو را کشتم به خاطر که بچه از ما گرفته بود. دو صورت ما چرا باید ایره به تو توضیح بدم ها؟ ایره میفهمی؟ در چهار طرف علی جانو کسایی که دوستشان دارم اگه یک دفعه دیگه نزدیک شون، اگه کوشش کنن به اونا یک ذرم ضرر برسانن، تو از این دنیا گم میکنم اویگار. فهمیدی؟ خوب است. چرا رفتی پیلوت؟ چرا؟ کاملا وقتش بود، کاملا وقتش بود. نه، این کار در اینجا خلاص نمیشه. دیگو! دیگو! آقا علیحان چی شده؟ کی دویگو را اختطاف کرده؟ تو به ما وعده ندادی؟ تو به من نگفتی که این کارا را اعلام میکنی؟ ما به تو دخترم دادم که اختطافش کنن. جواب ما را بده. آقا علیحان قسم میخورم از هیچ چیزی خبر ندارم. ای که چی شده؟ چی خلاص شد؟ اینا چه قسم آدم هستن؟ به شما چی گفتن؟ هیچ چیز نمیفهمم. قسم میخورم آقا. چی گفتن؟ باش ما برات بگویم. گفتن اگه به پلیس خبر بدین دخترتان میکشم. من امشب استانبول از یک روی به دیگر روی میکنم و او را پیدا میکنم. اگه به یک ترموی دویگو هم ضرر برسه بسته خاندانش تباه میکنم. بعد از اینکه یک ترموی سر دخترم کم شوه، بعد از اینکه او را از بین ببرن، باز ما چی کنیم؟ ها برم بگو. کلش کن ایتوس، کلش کن ایتوس، کلش کن ایتوس. برو دختر من پیدا کن بیاری. دختر من پیشم بیار. دختر من پیشم بیار. لطفا دختر من پیدا کن. دختر من پیدا کن. او را پیدا میکنم و او کسایی که دست او را گرفته باشن
کلشان دانه دانه جزا خواد دادم. قسم میخورم جزای کار خودم میبینن. دویگو پیلوت دختر پیش شماست. با این کار که کردی فکر نکو که به جواب میمونه. من تو را از بین میبرم. من تو را از بین میبرم. خلاص هستی نجمی. خودم مرده حساب کو. والا اگه من قسم یک دوست دختر ناز و مقبول می داشتم دیوانه می شدم. فقط به خاطر که با او یک ذرم ضرر نرسه هر چیزی که می خواستیم می کردم. صحیح گپ بزن نامرد. در کدام قانون نوشته شده که به ناموس مردم دست اندازی کنی؟ بی غیرت. در کدام قانون؟ بشنو بچیم، دویگو ناموسم است. اگه به یک تارموی شام ضرر برسه سرتان خوشگل میکنم. گپ فهمیدین یا نه؟ میشنوی صدای مرا؟ نه بچیم، تو چی میخوایی احمق؟ کجاستی؟ اگه میخوایی دوست دختر تا صحیح و سالم پس بگیری با ما باید سر علی هورغلو را بیاری. بی غیرت تو چی میگی ها؟ چی میگی؟ چیزی که گفتم شنیدی پیلوت. با تو تا صبح شام وقت میتم. سر علی را برام بیار و دویگو را همراه خود ببر. بعدش تو در زندان میری و آدمایی که بیادرم از زندان انداختن در قبرستان میرن. چطور است؟ معامله خوب است نه پیلوت؟ گوش کو چی میگم نجمی. تو را از بین میبرم نجمی. تو را از بین میبرم. قسم میخورم تو را از بین میبرم. سالگیریت مبارک ایزگی. خوب از کمرایت معرفی شدم. ای دیگه کی هست ها؟ نمیفهمم. ایزگی ما به تو توفه گرفتیم. ببینم خوشت میایی یا نه؟ بسیار زیاد تشکر. مطمئن هستم زیاد مقبول است. خدا داد. توفه رو واز نمیکنی؟ واز که دیگه نه؟ نه ما بعدا واز میکنم. خدا داد. واسکو دیگه بسیار به تشویش شدم. حالا دیگه آی واسکو ببینیم که چی هست. حالا دیگه ایزگی دوستایی تا میگه واز دیگه. باش ببینیم که در بینش چی باش من کمکت میکنم. نمیفهمم این قسم یک دوست جالب است کجا پیدا کرد؟ آدم جالب است. آی ببین نوشته است که تو را دوست دارم. این رسما اعلان عشق است به خدا. بی به یاد من مفتی. بی آی خودش خرسک وارست. چرا خرسک آورده؟ زیاد انتیک است. آی چتیات نکنین. ازگی کتی لوده چی کار داشته میتونه؟ زیاده روی نکنین. ساعت ما را تیر کده یک کمی برش کیک بتین باز روانش میکنیم. حالا توی طرف بیا. درباره کسی که میگفتی می است. این یک آدم بسیار جالب است. نه جانم، نام او پیلوت بود. این دیگه‌ایش است. بیبی من قار میشم. اندامت به ما نشان بدی؟ اندام گفتی؟ بله. بیبی زیاد قوی هستم. اندامم خوبیش است. اول کرتی تا بکش باز نشان بدی. گپ ناق نزن میلیز. تو گپ اینا رو بدل نگی. خدا داد. بیا یگان چیزا بخوردن بگی. خیر نشان میدادم. ایسکی یک دفعه اینجا بیا. تو از خرسک زیاد دفاع میکنی. چی میشه یک کم ریشخندی کنیم؟ کم لذت خواد بردیم. اینه که تند مقابله خرسک کدام احساس داری دختر؟ عاشق؟ ما عاشق خدا داد نیستم. اما او را دوست دارم.
خداداد بسیار یک انسان خوب است، مهربان و یک انسان دوست داشتنی است. یکی بدیش چیزو نمیفهمه، یعنی مثل شما نیست. سر انسان ها ریشخندی کردنم یاد نداره. او را روان کن دیگه. باقی ماندن محفل دیگه ما ادامه میدیم. ازگی جان مسیج رفت. چند روز است که منتظر این محفل بودیم. بیا دیگه کت ما رقص کن. گفتین رقص میکنین؟ ازگی کت ما رقص میکنی نه؟ ای خیر سگ رقص کردن میتونه تو به خدایا. حالا بیا که رقص کنیم خدا داد. خصیص رقص کنیم. Summer's day, I was sipping cool mojitos when a girl walked by and occupied my world. She was tall and slim with a sexy grin, and I noticed all the head turn. She was dressed so chic and looked so unconcerned. Swing to the samba, gliding to the drum, reaching for her camera, taking selfies just for fun. She's a Brazilian girl, from her hair down to her toes. She's a Brazilian girl, got you sexy and she knows. She's a Brazilian girl, in designer or in bling, in the material world. حالا بیادرم همه قدرش خندی بس است. وقت ما را ضایع کردی. میبخشی تو که از خانه که بیرون میکنی؟ بسیار میبخشی اسکور، اما ازگی یک تو چون باش. حالا بیادرم برو دیگه. چی رسل داری؟ چطیات نگو، خدا داد جای نمیره. ازگی گفت باش. گمش انسانو بیقل. بیبی تو مرگ میطلبی ها؟ اگه مرگ بطلبم چی میشه ها؟ این لوده مرا خواد کشت. حالا دیگه مرا میخوایی که بزنی؟ خودش خواستم تو کنم. علی جان کجاست؟ رفت خو شد. خب چرا رفتی؟ چی شده بود؟ نمیخوای چیزی بگویی؟ کدام چیز مهمی نیست. علی بیبی میگی چیز مهم نیست، اما اگه به خاطر او دختر کدام بلای سرت بیایه باز؟ 2 روز بعد سالگیری علی جان است. خواستم شما پدر بچه را غافل گیر کنم، اما نشه که باز همون لحظه کدام کار برات پیدا شوه. خوب است که وقت بفهمی، چونی اولین بار است که تو ده سالگیری بچه‌ت می باشی. پدر جان. او بچه من حالا دیگه تو داخل برو که هوا بسیار یخ است، مریض میشی. حالا تو کجا هستی به غیرت؟ خواستم مسعود درباره علی پرسان کنم. پیلوت! وقتت خلاص میشه، خبر باشی. گوش کو چی میگم. اگه به یک تارموی دویگام ضرر برسه، حتی اگه یک اشتباه از دستت سر بزننه، پیلوت! باز بر روح پدرم قسم میخورم که تو را زنده نمیمانم. گپ ما فهمیدی یا نه؟ تو حالا پشتش دق شدی. تو چی میگی احمق؟ پرگوی را بس کو بشنو. پیلوت دشکنی دق استاد علی کدام کار نکنی. چی میشه؟ بانکین هر چی میگوین بگوین تو کار نکنی. تو را از دست و احمقان نجات میتم دوی گویم. تو اصلا نترس، فهمیدی؟
نترس یک دانم. تا یک قطره خونده بدنم از کوشش میکنم تو را از دست اونا نجات میتم. نترس. کار را که اینا میگن اوش کنی نکنی پیلوت چی میشه؟ نکنی. چقدر اکسانه غمانگیز. نجمه به غیرت نجمه. امشب باید سر علی را برام بیاری. اگه ناوردی میفهمی بچم کار میکنم که هفت پشتت بسوزه و تو پشیمان شوی. گپ نامرد بی غیرت. ایوان سفر ایوان باز احمق لوده. صدای زن زیباست. آواره تازه میسازه. به هیچ چیز دست نزدی نه؟ نان ما خوشت نامد. در اصل تو مقبولک به مجور شدی. با پیلوت بوده خود عیف ساختی. آدم پست لوده بی غیرت آدم احمق. نه پیلوت، از همه کسایی که پشت نجمی میگردن پرسان کردم. هیچ کس جایش نمیفهمه مثل که زیر زمین رفته باشه. او احمق ده هیچ جایی نیست. نه هنوز هیچ خبر ازش نیست. من دیوانه میشم. قسم میخورم حسابم از دست میتم. دیوانه میشم قسم میخورم. گفته بودم من برات گفته بودم سری پیلوت اعتماد نکنه. هر بلایی که سرم آمده از خاطر هم یادم آمده. قسم نمیشه من پیش پلیس میرم. من میگم کل چیزا برشون میگم. صبر کن میرال صبر کن. آرام باش. صبر کن میرال آرام باش. بیا اینجا بیشی آرام باش. اگه اون نفرا کار را که گفتن کنن چی ها؟ تو همینجا باش. ما یک بار تا بیرون میبرایم. تو منتظر خبر ما باش. حدس میزدم که امروز تو یک معامله خوب میکنم، اما توقع نداشتم که قدر زود از نزدیک ببینیم. راستش فقط به خاطر یک کار خواستیم که باعث میشه دوستی ما زیادتر و صمیمیتر شوه. از همین خاطر تو اینجا خواستیم. گوش کن فراد، ما به خاطر ای کار به جز تو سر دیگه کس اعتماد ندارم. میری علی هروغلو را از بین میبری. لطفاً بفرمایید. خداوند قبول کنه. خداوند شوهر شما را و تمام رفتگاره ببخشه. آمین. خداوند جنت نصیبش کنه انشالله. آمین. ما براتان علامتم. های زینب الاکو تو چوری کارا را میکنی جانم؟ آهی از وقتی که کتی پدرم گپ زدی وضعیت تو هیچ خوب نیست. مرا چی شده ها؟ چی شده مرا؟ کتی ما مثل طفله رویه نکن لطفاً. درسته سرچی نباشه من راننده هستم. اگه ای قصه بکنی رانندگی را فراموش کن. سفدا خوب شد که ای ختمه گرفتیم دخترم. قلب ما رامش پیدا کرد. ای را میفهمی؟ حتما پدرتم در زیر خاک یا رامش حس کرده دخترم. انشالله. سفدا کوکسال هنوز مردن تا باور کردن نمیتونم. باید حلوای تا میخوردم. روح شاد باشه.
چقدر یک آدم خوبی بود. خداوند بیامرزش، بسیار دوستش داشتم. خانم خیریه، با گرفتن این ختم بسیار کار خوبی کردین. سفدا به تو هم دیگه شرم است. اگه به مام خبر میدادی به خاطر او مرحوم کار زیادتری میکردم. 10 سال به خاطر پدرم و ما یک کار کردم میتونی. میفهمی چی است؟ بگو چی است. هرچی بخوای امیاله میکنم. از ما برای همیش دور باش. بزرگترین خوبیه که در حق ما میکنی همی است. فقط دور باش. کارا شروع میکنیم. تو این قسم میگی، اما انشالله گناه علی آشکار خواهد شد و روح خدا بیامرز کوکسال به آرامش خواهد رسید. خدا قبول کنه. چرا مرا خواستی؟ اگه ایگار دست کم نگیری خوب میشه. از کاکای سمیم سراکایا کل ثروتش و کل سرمایش به او رسید. علی نمیفهم چه قسم تانسته ای کار کنم، اما یکی از پولدارترین آدمی روی زمین دشمن خود ساختی. خب این دیگه چی مانا میده؟ بعد از این باید زیاد متوجه باشی علی. به خاطر گفتن همی گپ مرا اینجا خواستی آقا کرد. علی اویگار دیگه اویگار و سابقه نیست. چرا نمیفهمی؟ از ضد خود منصرف شو، دوباره با تشکیلات بیا. علی تو به تنهایی نمیتونی همراهی مقابله کنی. ببین آقا کرد، از تو تا امروز یک چیز خواستم که بیادر ما پیدا کنی و تو پیدا کده نتونستی. اتو نیست که پیدا نکده باشم، پیدا نتونستم. با ما همیشه همی جواب دادی آقا کرد. هر وقتی که از تو درباره بیادرم یک سوال پرسان کردیم، بجای از که جواب بگیرم با او سوال چندین سوال دگام اضافه شده و از ما پرسان شده. تو چرا گپا نمیفهمی؟ چرا سرما اعتماد نمیکنی؟ آقا کرد چی گپ است؟ به زودی حلوای علی را تقسیم خواد کردی سفدا. اویگار باید همراه ما بری. اگه تو سر ما شکم کنی ما همیشه همراهت میباشم علی. اما قسم که یک پدر با اولادش پدری میکنه، از ما منصرف نشو. با هم از تو منصرف نمیشم. زنده باشین. به نظر شما در پشتی کار دست کی است؟ اویگار است؟ دشمن ها زیاد است علی، اما تشویش نکو، تحقیق میکنم. ما اجازه نمیتم کسی به تو ضرر برسانه، هیچ وقت. هرچی میکنی بکو دویگوره برم پیدا که گپ فهمیدی. 3 سالم پس برم هم یاریش درست است. بعد از او از زندگی ما گم شدم میری. وعده میکنم دویگو امشب در خانه خود خواد بود. وعده میکنم. در مغز چیست؟
میخوای چی کنی بیادر؟ به خاطر نجات دادن دویگو هرچی از دستم بیایه میکنم. هرچی ضرورت باشه. مادر در اینجا چی کف است؟ این مراسم خیرات به خاطر چی باشه؟ به خاطر آقا کوکسال است. ها سلام بیا که بریم شیرینی بگیریم. مادر علی جان زنده باشی. علی جان بفرمایید. علی جان بیا که بریم. به تیره به من. اما مادر حلوا بود. علی جان بریم دیگه. پدر بیا شیر بچیم. خوب استی علی جان؟ شما از ما چی میخواین؟ مرا به خاطر چی اینجا آوردین؟ آقا کرد فکر کردی که ما از کارایت خبر نمیشم؟ ها؟ از چی؟ از چی خبر نمیشه ها؟ با تو گفته بودم کلی را تا لمسم نمی کنی. برات گفتم که امراج غرض نمیگیری، اما تو چی کردی؟ خواستی او را بکشی. کتما هیچ کار کده نمیتونی. میتونم یک دفعه دیگه. اگه یک دفعه دیگه کوشش کنی که کار کنی، با خاطر گپ زدن با تو من نمیایم. تو چی میکنی احمق؟ تا پیش کشتی قدم زده برو، به خاطر که امروز فراموش نکنی. کجا میرین آقا کرد؟ صبر کنین. کجا میرین؟ می کار با فایده ما شد. درست در وقت که اعتماد علی را از دست داده بوده، می آدم سبب شد که دوباره به دست بیاریم. کجا میرین؟ مرد اینجا الا کرده و خودتون کجا میرین؟ اصلاح شوین. زنده باشین. خداوند شما راضی باشه. شام ختم قرآن داریم در خانه توکچیشان باز بیاییم. میایم، البته که میایم. به چشمای ما دیده به جایی که به شرمند به خاطر او آدم نان خیرات میکند. ایره باور میکنی علی؟ به خاطر زحمت هایتان تشکر. یعنی اگه شما نمی بودین ما به انجام دادن این همه موفق شده نمیتونستیم. زنده باشین. خواهش میکنم. خداوند قبول کنه. آمین. نه، توی
قسم یک کارا نمیتونی؟ به خاطر او دختر قدر کارا را کده نمیتونی؟ عزلم بیبی، اینجا جایش نیست. جایش نیست نی؟ و کارا را که تو میکنی بجای است، درست است؟ عزلم لطفا بریم علی جان. مادر، پدرم روی ما نمیآید. علی، این نفر تو هم شجاع برآمد پیلوت. والا یک چیز برات بگویم، تو هم مستقه قسم یک دختر نیستی. نامرد، اگه او را لمس کنی، اگه با او دست بزنی، تو را زیر خاک میکنم لعنتی. گپا فامیلی زیر خاک میکنم. بیبی بازم اشتباه کردی پیلوت. تو باید علی و رغلو را از بین ببری. وقتت کم شده میره. پیلوت اوش کنی، این کارا نکنی، این کارا نکنی. نامرد! نامرد! تو را از بین میبرم، از بین میبرم. اگه موفق نشد با تو بسیار بد خود شد. میایه، او حتما میایه. دخترم میایه، دخترم میایه، میایه. پیلوت دخترم هم میاره، همه تو نیست علیان، میارش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون پیلوت مرا ببخش استاد، ببخش. به خاطر دویگو، به خاطر او مجبور استم این کار بکنم. اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا
ما منتظر تو بودم پیلوت. ریسمان آواز کن نامرد. دویگار ایلاکو. اول علی اورغلو. خواهش میکنم پیلوت چی میشه؟ بگو که این کارا نکردی. بیادر کارش خلاص است. دویگار ایلاکو. تو چی کردی پیلوت؟ چی کردی؟ هر کاری که کردیم به خاطر خوبی تو کردیم، به خاطر نجات تو کردیم. استاد علی را کشتی. استاد علی را از بین بردی. درست است خواهر جان، بیا. استاد علی درست است خواهر جان، بیا. کشتیش. حالا دیگه زود شو حالا بیا زود شو. چطور این کار کردی؟ وای وای، یعنی که پایان علی اورغلوی مشهور همه قسم بوده که به خاطر یک دختر تو مردی. چیزی را که میخواستی در پیش رویت است نجمی. جسد اورغلو را برات آوردم. پیلوت چطور استاد علی را کشته میتونه ودد؟ چطور این کارا میتونه؟ درست است ینگه بیبی درست است. تو دم اینجا باش دامن میباشی، فهمیدی؟ ودد تو کجا میری ودد؟ واسکو دروازه را ودد. واسکو کجا میری؟ ودد دروازه را واسکو. ودد واسکو دروازه را. ودد دختر خان نجات دادی پیلوت. تو هم باید جزای خود ببینی. از چیزی که خیالش کردی میترسی نجمی؟ وقت ترسیدنت آمده بچه. پیلوت در بین ما باز خوش آمدی استاد. او طرف دیگه چطور بود؟ او نجمی بی غیرت دوی گور اختطاف کرده. در مقابل او جسد تو را میخواه استاد علی.
اما من نه تو را کشته میتونم و نه هم از دویگو منصرف شده میتونم استاد. در او صورت چیزی را که میخواه برش میتیم پیلوت. با اختطاف کردن دویگو بزرگترین اشتباه زندگی تکتی نجمی. فرار میکنن استاد. ما اجازه نمیتونم اینا فرار کنم. پیلوت صبر کن پیلوت. فرار میکنن استاد. بی غیرتو! دویگو قاتل! تو استاد علی را کشتی! قاتل هستی! چطور این کار تانستی بگو استاد علی را چرا کشتی؟ چطور او را از بین برده تانستی؟ نه که او را نمیشناختی! تو قاتل هستی! قاتل! خانم دویگو استاد علی؟ استاد علی؟ تو نمردی؟ ما استاد علی را کشته میتونم دویگو. کل اینا یک پلان بود. بیبی کل ما یک جای هستیم. استاد علی هم همراه ما هست. بعد از این کارا میتونی مرا در آغوشت بگیری؟ تو را دوست دارم. من زیاد دوست دارم. نکشتیش. نکشتم. نه ما زنگ میزنم. همیالا با پلیس زنگ میزنم. های میرال چطور که ما با او پیلوت باور کردیم رفته دختر ما رو نجات میده ها؟ مادر پدر دخترم دخترم زیاد ترسیده بودم دخترم
خوب هستی اما تو نیست. خوب هستم. تو خوب هستی دخترم؟ خوب هستم مادر جان. خدایا 1000 بار شکر. پدر شما؟ خوب هستم، تشویش نکن، خوب هستم. دخترم کدام جای دخل چیزا نشده اما تو نیست. تو خوب هستی؟ نه خوب هستم، تشویش نکنین، خوب هستم. پیلوت مرا نجات داد. با خاطر تو یک قدر جنجالا سر ما آمد. با کدام روی در خانه ما آمدی احمق؟ از خانم گم شو. پدر گم شو همیاله. آقا علیحان میشه با هم گپ بزنیم؟ زنده باشی ماما. چی جریان داره ایگار؟ برای موبایل آوردینی؟ حاله که علی را کشتن نمیتونیم، باز دلش از زندگی بد میکنیم. بله خانم ازلم. وای استاد، تو که هستی بسیار بزرگ هستی. حتی آقا علی خانم قانع ساختی. محبت شما زیاد بزرگ است، بسیار بزرگ است پیلوت. خدا کنه هیچ وقت خراب نشه. این آخرین اتفاق بد زندگیتان باشه انشالله. استاد والا دلم میشه تو رو در بغل بگیرم. بیبی در دنیا من فقط یک بیادر داشتم که او ودت هست. بعد از این تو منیس بیادر کلانم هستی. حالا پیلوت حالا باندگه که ملالی به خانه خود بره. بله بچیم در خانم منتظرم است. استاد به بزرگیت ما رو ببخش، به خاطری که دویگو نجات یافت. بسیار هیجانی هستم. تو هم درسته وقتی که به بچیت رسیدی باز در بین ما مشکلات پیدا شد. جان تو رو به خطر انداختم، ببخشی. به بچه مقبولتم سلام بگو. درست است، زنده باشی. میگم حالا دیگه شما برین. خداحافظ. خیر ببینی. ده اصل خودتان براش گفتم میتونی. سبا روز تولد علی جان است که تو دویگو با هم یک جای بیاین. علی جانم زیاد خوش میشه. البته که میایم استاد، امکان داره نیایم. بسیار به خوشی میایم. خوب است، شبتان بخیر. با امان خدا. پدر؟ پدر؟ بچه؟ تو کجا بودی علی؟ کجا بودی پدر جان؟ یک کمک کار داشتم بچیم. تو چی کردی؟ خوش هستم که به خاطر توفه گرفتن بلی جان تو کتم آمدی. اگر نیم هیچ نمیفهمیدم که برای چی بگیرم. سفته ده اصل تو زنده باشی. در این روز خوش علی جان مرم شامل ساختی. کاش که کار نمی داشتی و شب تو هم می آمدی. کاش که، اما فعلا به خاطر این همه زیاد وقت است. او روزام خواهد آمد انشاءالله. سال آینده روز تولد علی جانه با هم یک جای تجلیل میکنیم انشالله. انشاءالله. حالا با بازیچه فروشی بریم. تا هنوز تصمیم نگرفتیم چی بخرم. بریم. تو فیره که ما باید بگیرم پیدا کردم. او را از دستت مانده میتونی پیلوت؟ دیگه ای که روانشناسا میگن گرفتن اسلحه به طفل بسیار زیاد خطرناک است. او روانشناسا زیاد میفهمه. شاید این اسلحه در دست من نمیزیبه، اما این چله بسیار در دستت میزیبه. تو هم که در کنار ما باشی دنیا گل و گلزار میشه.
با یک طفل کس اسلحه میگیره؟ پس چی بگیرم؟ موترک مثلا نی. هیچی هست. همه خورد تو رو والا با بچه استاد علی همی میزیبه. او آدم قدر خوبی ها بر ما کرد. ما اینقدر یک توفی خورد بر ازو بگیرم بسیار بد است. درست است. یگان چیز دیگه برش میگیریم. به نظر ما بازیچه‌ای را که میخوایم اینجا پیدا میتونیم. ما تصمیم گرفتیم میره بگیریم. سلام. سلام. ما هم توفه روز تولد علی جانه میگرفتیم. خب با زحمت شدن به چیزا هیچ ضرورت نبود. استغفرالله استاد. هیچ قسم یک گپ است. بیادر زاده حساب میشه. البته که باید برش توفه بگیرم. زنده باشین. خداوند کمتون نکنه. در صورت خیلی شو میبینیم بخیر. سیفدا تو میی؟ شو؟ نه راستش ما کار میکنم. درست است. یا هم توفیتان بفرمایین. در این صورت خیلی خداحافظ. خداحافظ استاد علی. خداحافظ. بله چی چیز میتونه علی جانه خوشحال بسازه؟ وقت علی جان صاحب بیادر شوه از اینم برش میگیریم. کاملا قسمه که مادرتان براتون خریده بود نه؟ به نظر من همین را بگی برش. باید به گرفتن کیکام میرفتیم مادر. میریم جان مادر میریم. تو چند دقیقه گام ساتری کن باز میریم یک دانیم. درست است؟ به خاطر که تا اینجا آمدین و زحمت کشیدین بسیار تشکر. من زیاد وقت ندارم آقای گار. ای که به خاطر چی مرا اینجا خواستین اگه زود برم بگوین خوش میشم. البته به خاطر که هدف ما مشترک است من شما را اینجا خواستم. شما شوهرتانه و مام خانم ما دوباره میخوایم. فکر کردم که اگه با هم یک جا حرکت کنیم باز هر دوی ما به هدف خود رسیده میتونیم. من وقتی خوردم بودم هیچ کس روز تولد ما تجلیل نکرد. هرچند حالا که کلان شده هم تجلیل نمیتونم. در یتیم خانم کسی برات تجلیل نکرد؟ گفتی یتیم خانم؟ والا اگه تجلیلم کرده باشن گفتم خواه درباره یتیم خانه چیزی را نمیفهمم. هیچ چیزی به یادم نمیه. از اونجا فقط یک دانه توپ برفی پیشم از خلاص. در زندگی یگانه توفی که گرفتیم به از یگانه چیزی که از خانوادیم برام مانده امو هست. به نظر تو بیادرم هنوزم او توپ برفی را پیش خود نگاه کرده باشه؟ گفته بودی وقت فرار میکرد همراه خود توپ برفی را برد. خیلی به این معناست که به او هم بسیار ارزش داره. نگاهش کرده تو تشویش نکو علی.
او یگانه امیدم بود. وقتی که او را پیدا میکردم میگفتم که بیبی ای توبه برفیره مادرم به ما توفه داده بود. من بیادر تو هستم. حالا دیگه او هم نیست. علی هم بیادرت پیدا میکنی. توپ برفی را برش نشان داده، برش میگی که من بیادرت هستم. قسمه که او روز برای من گفتی نی؟ انشالله سیفدا، انشالله. او عروسی یک عروسی ساختگی بود خانم آزلم. کل او عکسای ساختگی عروسی بود. یعنی عروسی اونا واقعی نیست. اگه او عروسی حقیقی می بود باز من از پشت یک خانم متأهل چطور می دویدم؟ خانم آزلم، از این شراکت ما هیچ وقت پشیمان نمیشین. اگه هر دوی ما با هم یک جا حرکت کنیم، شما به پدر بچه تان و ما به خانم خود میرسم. اگه تو نمی بودی باز من چی میکردم؟ خود چی میکردی؟ سیفدا صبر کن. آزلم حالا توی طرف کت ما بیا. ما به تو نگفته بودم که از بچه‌ام از خانوادیم دور می باشی ها؟ علی تو کتی آدم بیشرف چی کار داری ها؟ چی شده علی؟ حسادت کردی نه؟ وقتی که تو کت خانم ما چکر میزنی خو هیچ گپی نیست نه؟ تو را از بین میبرم مویگار، از بین میبرم. علی یک دقیقه تو غلط درک کردی. ما با کیک گرفتن میرفتیم که دفعتن روبروی شدیم. نباید روبروی شوی نازلم. دیگه نمیخوایم که از آدم روبروی شوی نازلم. گپم فهمیدی؟ پدر بریم دیگه خانه. بریم بچیم. بیا. ما خو میگم اما تو هیچ نمیفهمی. هر چیزی هم که باشه او خانم علی است. بالاخره ایره قبول که سیفدا. پدر من زور میترسم. چیز قابل ترسیدن نیست بچه. یک دو سه. روز تولدت مبارک. روز تولدت مبارک. روز تولدت مبارک. روز تولدت مبارک بچیم. شکر که دارمت. حالا بیا دیگه به ما ماچ بتی؟ اوه شکر که تو به دنیا آمدی بچه قندم. روز تولدت مبارک علی جان. بیبی خوشت میایه یا نه خاله دویگویت انتخاب کرده؟ حالا بیا که وازش کنیم. وای چقدر مقبول است.
زیاد خوشم آمد. مام خوش شدم که خوشت آمد. بسیار تشکر خالدایکو. بعد از این میتونی امرای از این مریضا رو معاینه کنی. این توفام از طرف مادر کلانش به نواسه یک دانش. ما بهش قباره میارم. جان من. ها من میبینم. بیا که ببینیم. وای چی شده؟ نیک باز عملی را کار داری؟ راستش من به علی جان یک توفه خورد آوردیم خانم مسلم. بسیار فکر خوب کردی خانم سیفدا. میخواستم ازت تشکر کنم اما واضح است که قسم نیت ندارم. توفه علی جانم ها برش میتم. شبت خوش. تو صدای اونجا را گوش نکو علی جان. قلب ما زخمی است. صدای اینجا را گوش کن. کی آمده بود؟ سیفدا به علی جان توفه آورده بود. چرا داخل نخواستیش؟ او هم میامد. گفت شما خانواده یک جای باشین. من میرم. پدر حال نوبت شماست. درست است. حالا که نوبت ماست پس بیا دیگه. بیا بچیم. اینه بگی. چی گرفتی پدر؟ چی است؟ وقت وازش کردی باز میبینی بچیم. وازش کو. زیاد بستش کرده. باش ما کمکت کنم علی جان. صبر کو. حالا وازش کو. هیچی از دیگه. توبه برفی. بیادر ببین ما بیدار شده. پدر تشکر زیاد مقبول است. راست میگی. زیاد خوش شدم که خوشت آمد بچه.
خیرت باشه انشالله. من میرم میبینم. مولا علی توکشه؟ سیفدا را چی شده؟ سیفدا سیفدا اورهان بیادر